این چسب لیفتایی که جدیدن تو بازار اومدن رو دیدید، اینا خیلی خوبن، ولی اگه بلد نباشین چجوری باش کار کنین تبدیل میشن به بدترین چسب لیفتی که تا حالا استفاده کردین. موقع برداشتن اگر پنس رو به سمت جلو بکشید این شکلی در میاد و نصبش راحت نیست، اما اگر به سمت بالا بکشید اینجوری صاف در میاد. نصبش هم این شکلیه که اول قسمت پایین رو میچسبونید و یه فشار با انگشتتون میدید و به سمت جلو میکشید، بعد لیفت میکنید و چسب رو کامل میچسبونید. اینا رو میتونید هم به صورت تکی بردارید هم جفتی قدرت لیفت بیشتری داره و برای کسایی هستش که پشت پلکشون خیلی افتاده تره. یه مدل دیگه از این چسب لیفتا هست که تکی، یعنی 4 تا تکی کنار هم قرار گرفتن که اینجا عکسشو براتون میذارم، از اون اثر نگیرید.